به نام خدا، میرخانی هستم، کارشناس زخم عصنوی. امروز میخوایم در مورد وکیوم تراپی زخم یا همون نگاتیو پرشر ووند تراپی با هم صحبت کنیم. این روش درمانی زخم برای انواع زخم‌های دیابتی، زخم بستر، زخم‌های جراحی و زخم‌های سوختگی قابل استفاده است. این عکس که می‌بینید یک زخم جراحی و فاشیوتومی دو طرفه پا هست. برای انواع زخم‌های مزمن و حاد قابل استفاده است. این زخم حاده، همجور که می‌بینید بافت گرانولیشن خیلی تمیزی داره، ادم داره، تورم داره. وکیوم تراپی با فشار منفی که ایجاد میکنه باعث کاهش ادم و تورم زخم میشه و باعث شه لبه های زخم به هم نزدیک بشه و جراح بتونه اونو سوچور کنه. از کارهای دیگه که انجام میده باعث افزایش خون رسانی به زخم که یکی از کارهای خیلی مهمه وکیوم تراپیه و باعث رشد بافت گرانوله در زخم میشه، مخصوصا در زخم‌های حفره‌ای، و باعث میشه این حفره زخم برطرف بشه و حالا زخم بره برای گرافت یا سوچور یا انواع پانسمان‌های نوین برای پوست سازی. وکیوم تراپی با فشار منفی که ایجاد میکنه باعث خارج شدن ترشحات زخم، خارج شدن باکتری های زخم از کف زخم میشه و یه محیط مرطوب و مناسب برای رشد بافت جدید رو ایجاد میکنه. در ادامه هم یه فیلمی از وکیوم تراپی، همین عکس که مشاهده میکنید میبینید که با پل زدن بین دوتا زخم به وکیوم متصل شده و سیستم شستشو همزمان براش استفاده شده. خیلی ممنون.